سلام به روی ماهتون. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بریم سراغ قرینه نویسی و وارونه نویسی. قرینه نویسی و وارونه نویسی یک غلط املایی هست که اگر قبل از شروع دبستان در کودکمون صورت بگیره و در کلاس اول هم خیلی کم باشه یا تکرار نشه کاملا طبیعیه. اما اگر این وارونه نویسی و قرینه نویسی در دبستان هم بیشتر تکرار بشه، میتونید با استفاده از تمریناتی که در نارسا نویسی گفتیم و تمریناتی که در این قسمت میگیم استفاده کنید تا مشکل وارونه نویسی و قرینه نویسی فرزندتون یا دانش آموز کلاستون رو حل کنید. این دو غلط وارونه نویسی و قرینه نویسی به سادگی قابل حله و بیشتر در بچه‌های کلاس اول دیده میشه که بعد از اونم خیلی خیلی کم میشه. حالا این به چه صورته؟ بیشتر بچه‌ها مخصوصا در ریاضیات در پایه دوم ابتدایی هم اوایل سال میتونیم این وارونه نویسی و قرینه نویسی رو به صورت محدود در بعضی از بچه‌ها ببینیم که به چه صورته. برای مثلا عدد 4 رو برعکس می‌نویسه، 3 رو برعکس می‌بینه، همینطوری که در تصویر دارین مشاهده می‌کنید عدد 9 رو برعکس می‌نویسن و اعداد دیگه. و کمتر در کلاس دوم پیش میاد که توی فارسی قرینه نویسی و وارونه نویسی داشته باشن. این موضوع در کلاس اول بیشتر دیده میشه، اما در کلاس دوم در بین اعداد ریاضی میتونید این مشکل وارونه نویسی و قرینه نویسی رو به صورت محدود مشاهده کنید. همه این قرینه نویسی ها و وارونه نویسی ها برمیگرده به جهتیابی. بیشتر بچه هایی که توی این موضوع مشکل دارن در جهتیابی دچار اشکال هستن. مثلا جهتیابی یعنی چی؟ یعنی بالا، پایین، چپ، راست. این موضوعات رو بچه ها نمیتونن از هم دیگه تفکیک کنن، مثلا بالا یا رو، پایین یا زیرو یا پشت سر. پس ما تا اینجا متوجه شدیم که اشکال بچه ها در این زمینه از غلط‌های املایی وارونه نویسی و قرینه نویسی برمیگرده به موضوع جهتیابی. حالا برای رفع این موضوع تمریناتی رو بهتون میدیم که با استفاده از این تمرینات میتونین این مشکل قرینه نویسی و وارونه نویسی رو به راحتی حل کنید. اول تمرینی که به بچه ها میدید به این صورت باشه که یک دفتر در اختیار بچه ها قرار بدید و یه خودکار یا هر وسیله‌ای که در اختیارتون هست رو میتونید استفاده کنید. مثلا میتونه یک چوب باشه یا خیلی وسیله‌های دیگه. پس من الان از یک خودکار استفاده میکنم. بعد از فرزندتون یا دانش آموز کلاستون بخواید که سوالاتی رو که ازشون میپرسید رو انجام بدن. مثلا بهشون بگید که خودکار رو روی دفتر بذار، خودکار رو زیر دفتر بذار، خودکار رو کنار دفتر بذار، خودکار رو کنار دفتر سمت راست بذار، خودکار رو کنار دفتر سمت چپ بذار. به این صورت این سوالات رو هی تکرار کنید تا به مرحله‌ای برسه که متوجه بشید خوب این موضوع رو یاد گرفت. مرحله دوم به صورت عملی ازش میخوایم که مثلا دست راستش رو ببره بالا، دست چپش رو ببره بالا، چشم راستش رو نشون بده، چشم چپش رو نشون بده، پای راستش رو نشون بده، پای چپش رو نشون بده. به همین صورت هی سوالات رو اینجوری ازش میپرسیم تا جایی که مطمئن بشیم که یادگیری در این مرحله هم در کودک صورت گرفته باشه. در مرحله سوم بهشون حرکت میدیم. ازش میخوایم که یک قدم به سمت جلو برداره، یک قدم به سمت عقب بره، یک قدم به سمت راست برداره، یک قدم به سمت چپ برداره و به این صورت هی این سوالات رو دوباره تکرار میکنیم تا به صورت کامل این موضوع رو هم مرحله چهارم که به نسبت مرحله های قبلی یکم پیچیده تره، این سوالات رو از فرزندمون میپرسیم به این صورت که مثلا دست چپت رو بذار روی بینی، پای راستت رو بذار روی پای چپت، پای چپت رو بذار روی پای راستت، دست راستت روی ابروی سمت چپت، دست چپت روی ابروی سمت راستت. یا بهش بگیم که دست راستت رو روی سوراخ بینی سمت چپ بذار. این سوالات
یکم به نسبت مرحله های قبلی پیچیده تر هست، ولی این مرحله را به اندازه ادامه میدیم که مطمئن بشیم که در این مرحله هم یادگیری در فرزندمون صورت گرفته. اگر این مرحله رو هم بچه بتونه با موفقیت انجام بده، چون مرحله به نسبت سخت‌تری هستش، بتونه با موفقیت انجام بده، به صورت اتوماتیک قرینه نویسی و وارونه نویسیش حل میشه و دیگه نیازی نیستش که تمرینات نوشتاری زیادی بخوایم بهشون بدیم که بخوان این مشکل رو حل. حالا اگر معلم کلاس هستید میتونید از تمرینات گروهی هم استفاده کنید برای رفع این مشکل، به این صورت که از 2 یا 3 دانش آموز بخواید که بیان وسط کلاس و بهشون کارت کلمات رو بدید و از اونها بخواید که اون کارت ها رو با دقت نگاه کنن، کلمات رو به خاطرشون بسپرن و بعد از یه بازه زمانی اون کارت ها رو ازشون بگیرید و از اونها بخواید که به صورت درست در هوا بنویسن، هوا نویسی کنن. بازی دوم به این صورته که به گروه ها شما کارت کلمات رو میدید و از اونها میخواید که در بازه زمانی 5 دقیقه الی 7 دقیقه این تعداد کارت هایی که به طور مثلا 10 تا 15 تا کلمه هست برای هر تک تک بچه ها یا اعضای گروهشون، ازشون بخواید که در این بازه زمانی اون کلمات رو به خاطرشون بسپرن و در آخر شما از اون کلمات از اون گروه ها سوال میپرسید.